تئودور هرتزل بنیانگذار صهیونیسم در کتابش دولت یهود نوشته که ما می‌خواهیم دیواری حفاظتی برای اروپا در برابر آسیا باشیم. این جمله به خوبی نشون میده که صهیونیسم از ابتدا خودش رو بخشی از پروژه استعماری غرب میدونسته. اما یه تناقض بزرگ وجود داره. بسیاری از یهودیانی که به فلسطین مهاجرت کردن خودشون رو قربانی نژاد پرستی در اروپا میدونستن. حالا همونها دارن سیاست‌های نژاد پرستانه علیه فلسطینی‌ها اجرا میکنن. امروز اسرائیل به رهبری نتانیاهو تبدیل به دولتی شده که حتی قوانین بین المللی رو هم زیر پا میذاره. اما چرا؟ چون میدونه که قدرت‌های غربی ازش حمایت میکنن. این فقط درباره فلسطین نیست، این درباره انسانیت ماست، درباره اینه که آیا اجازه میدیم قدرت‌های بزرگ تاریخ رو تحریف کنن یا نه.